بسم الله الرحمن الرحیم تمرین ہفتاد السوم یعنی 73rd ایکسرسائز جواب سوال ہے زیر را به صورت جملہ بنویسید یعنی نیچے دیے گئے جو سوالات ہیں ان کا جواب ایز اے سینٹنس دے دیجیے. وقتی که ابو علی سینا درگذشت چند سال داشت. وقتی که ابو علی سینا درگذشت 58 سال داشت. وقتی که ابو علی سینا درگذشت 58 سال داشت. ابو علی سینا در کدام شهر ایران از دنیا رفت. ابو علی سینا در شهر همدان از دنیا رفت. نام کتاب معروف او چیست؟ نام کتاب معروف او قانون است. ابو علی سینا در کدام کشور متولد شد؟ ابو علی سینا در کشور ایران متولد شد. ابو علی سینا در کشور ایران متولد شد. آیا ابو علی سینا فقط یک کتاب نوشته است یا بیشتر؟ ابو علی سینا فقط یک کتاب نه نوشته است بلکہ بیشتر کتاب ها نوشته است. یا ہم لکھ سکتے ہیں ابو علی سینا کتاب های بیشتر نوشته است. ابو علی سینا درس خواندن را از چه سنی شروع کرد؟ ابو علی سینا درس خواندن را از 5 سالگی شروع کرد. ابو علی سینا درس خواندن را از 5 سالگی شروع کرد. ابن سینا در چه سنی پزشک معروفی بود؟ ابن سینا کتنے سال میں مشہور فزیشین بنا ڈاکٹر بنا؟ ابن سینا در 18 سالگی پزشک معروفی بود. ابن سینا در 18 سالگی پزشک معروفی بود. از کجا می‌دانیم که ابن سینا مردی مهربان بود؟ از کجا دانیم که ابن سینا مردی مہربان بود؟ کہاں سے جانتے ہیں ہم یہ کہ وہ کافی مہربان ڈاکٹر تھا؟ ابو علی سینا بسیار مهربان بود و بیمارهای محتاج را به رایگان معالجه می کرد. یعنی اس سنٹنس سے ہم جانتے ہیں ابو علی سینا بسیار مہربان بود و بیمارهای محتاج یعنی غریب بیماروں کو بے رایگان یعنی فری میں معالجہ می کرد علاج کرتا تھا. آیا به درس خواندن و مطالعہ علاقہ داشت؟ کیا اس کو دلچسپی تھی کہ وہ سبق پڑھیں مطالعہ کریں؟ بلے به درس خواندن و مطالعہ علاقه داشت. ہاں اس کو سبق پڑھنے میں اور مطالعہ کرنے میں دلچسپی تھی. از کی به او ابو علی سینا می گفتند. کب سے اس کو ولی سینا کہتے ہیں؟ در این موقع به او ابو علی سینا می گفتند. آج سے اس کو ابو علی سینا کہتے ہیں. پھر ہے تمرین 74 74ویں ایکسرسائز جملہ بسازید سینٹنس بنائیے. کچھ دیے ہوئے ورڈ سینا کتاب ابو علی هر 20 چیز از را دوست داشتن. ابو علی سینا کتاب را بیش از هر چیز دوست داشت. اس طرح سے جملہ بنے گا. ابو علی سینا کتاب را بیش از هر چیز دوست داشت. اس طرح سے ابو علی قبل سال در 1000 سینا حدود ایران در ڈیش ڈیش متولد شدند. ابو علی سینا در حدود
ہزار سال قبل در ایران متولد شد. اس طرح سے جملہ بنے گا. او درس به خواندن فراوان علاقه داشتن. او به درس خواندن علاقه فراوان داشت. اسی طرح سے به برای تدریج کتابخانه او خود کوچک یہ درست کردن. کیسے بنے گا؟ او به تدریج برای خود کتابخانه کوچک درست کرد. پھر تازه ان هر کتاب جا را دیدن. هر جا کتاب تازه‌ای را هر جا کتاب تازه‌ای را می دید. هر جا کتاب تازه‌ای می دید آن را می خرید. اس طرح سے اس کا جو ہے سینٹنس بنیں گے. یہ تھا پیج نمبر 111. اب ہم 112 پیج نمبر پر جائیں گے. یہاں پر ہے 112 پیج نمبر. ابو علی سینا بسیار پزشک مهربان بودن. ابو علی سینا پزشک بسیار مهربان بود. ابو علی سینا پزشک بسیار مهربان بود. پھر ہے تجربه نتیجه ها و یا را خود کتاب‌های در گوناگون نوشتن. او نتیجه تجربه های خود را در کتاب‌های گوناگون نوشت. اس طرح سے بنے گا. در 58 سالگی او درگذشت. او در سن 58 سالگی درگذشت. سینا ابو علی شهر در همدان دنیا از رفتن. ابو علی سینا در شهر همدان از دنیا رفت. کتاب‌های او را زبان‌های گوناگون به ترجمه کردن. کتاب‌های او را به زبان‌های گوناگون ترجمه کرده اند. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ فصل 5 ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں 6th لیسن میں.